داریم؟ گفتین تریبون حق نداریم. میخوام حرف بزنم. میخوام بگم نمیتونین منو به زور ببرین. بلیط خریدم اومدم تو سینما. نمیتونین به زور منو ببرین. میخوام بگم در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت مراکنیه، در این فضایی که پر از تفرقه اندازی نفرت مراکنیه، البته هستن آدمای اندک دلسوزی مسئولی مثل اسم بزن ببرم از خانم یک زن شجاع و قوی، خانم نازنین پیرکاری، که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیاین یه سنگر بسازیم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن. میخوام ازشم تشکر بکنم و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده، که جشنوارمون بیکینه، فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. این تنها خواهش منه.